ассалому алайкум шунавандаҳои арҷманд. гуфторамонро аз силсилаи хониши адабӣ оғоз менамоем. ҳоло гуфтори 34-ро аз рӯи китоби адабиётшиноси варзида ва мунаққиди барҷастаи тоҷик соҳиб Табаров зиндагиномаи Садриддин Айнӣ солҳои 1875-1899 дар қироати Абдурашид Хоҷамқулов бишнавед. هرچند هوای صحرا به بیمار آنقدر فایده نمایان نرسانده باشد هم به من فایده کلان داد. من از بیماری پارسالم، بیماری وبای سال 1893 تا حال درست به قوت نیامده بودم، اما در آن 2 ماه خوب فربیه شده، از اولیم با قوت تر شده به شهر برگشتم. صدرالدین عینی، کلیات جلد 1، صفحه های 40-41. در این مدتی 2 ماه همه آن آب روان جویبارها، کشت‌های سبزواتی، سبزی، پیاز، کرم و غیره و پاریزی، خربزه، تربوز، زاموچه، کدو و مانند آنها، منظره‌های فرح بخش، روح افزا، مرغوب، خوشنما، دلکش و زیبا و دلکشای آن دیهه به جوانی 19-20 ساله تأثیرات عمیقی نیز بخشیدند. صدرالدین از این نظرگاه و دیدگاه دلکش دیهه دیشیخ الهام گرفته در همان تابستان سال 1894 یکی از اولین بیت‌های خود را در همانجا ایجاد می کند. عینی بعدها در این باره چنین نوشته بود: من در آن وقت این 2 مصرع زیرین را نوشته بودم: سایه‌ای بید و لبی جو پیش کیشت، طرفه مکانیست چو باغی بهشت. صدرالدین عینی، کلیات جلد 7، صفحه 156. من بعد با توسط باب سیاحت صحرای یادداشتی عینی در خواننده تصوری حاصل می گردد که او بعدها بعضی از آن تأثیرات و تصورات و احساساتش از سفر به دیهه دیشیخ را به بابهای رقعاتی خاندان خوشبختی دستور تعلیمی تهذیب و سیبیان خیش داخل کرده بوده است. گذشته از آن، عینی آن 2 مصرع ذکر شده را که در بالا آورده شد در سال 1916 با بعضی تغییرات و با وسیع نمودن موضوع و مضمون آن در مثنوی حسن زاد جای داده است. در نتیجه آن یکی از اون 2 مصرع در یک جایگی با دیگر مصرع‌ها در این کتاب این طور صدا می دهد: سایه‌ی بید و لبی جو پیش کیشت، بود طرب آور و عنبر سریشت. منظره‌ی سبزه روان بخش بود، روی زمین لوحه‌ی پر رخش بود. باد وزیده ز سری بید مشک، مشک فشانده به دماغان خشک. ابر زده آب گل و سبززار، برده ز روی گل و سبزه غبار.
زمزمه‌ای فاخته و عندلیب، برده ز جان و دل مردم شکیب. بود در آن باغ ز هر گونه چیز، از گل و از سنبل و از میوه نیز. آلو و انگور و ترنج و خیار، خربزه و تربوز و سیب و انار. صدرالدین عینی، یادگاری، 1935، صفحه 43. من در وقتهای کتاب خوانیش نوشتنی خود در سالهای 1908-1910 حسن زد نام داستانی نوشته، این دو مصرع را دوباره کار کرده و آن کتابچه در آورده بودم. نام آن کتابچه تهذیب اوز سیبیان بود. عینی، کلیات، جلد 7، صفحه 156. همین طور در آن 2 ماه تابستان عذاب و مشقت روحی و معنوی صدرالدین به سبب اوج و شدت یافتن بیماری علام مخدوم کم نشده باشد هم، خودی وی در دهه دیشیخ اندکی هم باشد جسمن و بدنن استراحت کرد، قوت جمع نمود و علل خصوص از تماشای منظره ها و طبیعت دلفریب آن محل روح و الهام گرفت و عجب نیست نخستین چکیده های الهامی خود را نیز بروی کاغذ آورد. با صد افسوس تأکید باید کرد که همه کوشش و تلاش و غمخواری بر دوام خویش و تباران، نزدیکان و مقربان، طبابت و نگاه و بین، طعامهای با لذت و باد و هوای معطر، سیاحت و استراحت در جایهای خوش آب و هوا، بهر حفظ سلامتی و بردمی بیمار علام مخدوم هیچ مدد و یاری رسانده نتوانستند. صدرالدین که در این 2 ماه وظیفه برادری طبی و دیتالوژی را برای علام مخدومی بیمار ادا می کرد، بعد از 2 ماه در آخر ماه صفر سال 1312 هجری، ماه اوگوست سال 1894 میلادی، همراه او از دهه دیشیخ به بخارا برمی گردد. اما به علام مخدوم صحتی نصیب نگردیده، او از بیماری سیل در تیر ماه همان سال 1894 وفات می کند. عینی آن لحظه حیات واپسین علام مخدوم را با جمله های رقت آمیزی ذیل چنین افاده کرده است: در تیر ماه آن سال 1894 آن بیمار علام مخدوم مرد که منه او را هم من بستم. این هنر را در سری مرده پدرم یاد گرفته بودم. صدرالدین عینی، کلیات، جلد 1، صفحه 41. دلیل بالا از 12 سالگی هنری منه مرده را بستن را یاد گرفتن صدرالدین تا چی اندازه به ضربه های زندگانی تاب آورده توانستن او را اثبات می سازد. بعد از دفن علام مخدوم، اکاش ظهور مخدوم خاندار شده از حجره مدرسه بدلبیکی نو به حوری خودشان می کوچد و در کوچکشانیش صدرالدین به او مدد می رساند. با خواهش ظهور مخدوم برای یادگاری، صدرالدین از کتاب‌های علام مخدوم یک دیوان صایب را که یک وقتها آن را در حجره مدرسه بدلبیکی نوی علام مخدوم مطالعه می کرد، برای خاطره می گیرد که آن دیوان صایب تا آخری عمر در دست عینی و کتابخانه شخصی او باقی می ماند. چنان که بعدها خود عینی به یاد می آورد، چون این انتخاب او دیوان صایب را
توجه ظهور مخدوم را به وجود می آورد. هنگام ظهور مخدوم سببی بجای جامعی یا چیزی قیمت بهاتری را خواستن و یا گرفتن، محض گرفتنی همین دیوان صایب را فهمیدنی می شود. در این مسئله و در این حالت بین آنها چنین محاربه و مکالمه به وقوع می پیوندد. از جامعه ها یا از کتاب های دادرم یگان تاش را برای یادگاری خواسته گیر گفت. من یک دیوان صایب را که هر وقت وی را مطالعه می کردم خواستم. چرا یگان چیزی قیمت بهاتر را نگرفتی؟ اگر این کتاب را به بازار فروشی 5 تنگه نمی گیرند، گفت او تعجب کنان. من این کتاب را برای فروختن نگرفتم، گفتم من. خودی این برای من از هر چیز پربهاتر است. صدرالدین عینی، کلیات، جلد 7، صفحه 171. از این جواب صدرالدین به ظهور مخدوم معلوم می گردد که از آن زمانی که پدر او از سن طفلی و شبابی پسرش میرزا محمد علی صایب را بابا صایب نامیده او را همچون پیغمبری نظم و شعر و شاعری شناخته بود و خود عینی هم با تربیه و تأثیر پدرش سید مراد خواجه به اشعاری این لیریکی مشهوری فارس تاجیک از همان وقت این جانب از صمیم قلب دلباختگی مخصوص، ذوق زیاد و محبتی بی انتها پیدا کرده بود، غزلهای صایب را بسیار زمزمه می کرد و بسیار می خواند، با آنها پیروی می نمود و در پی ایجاد نظیره و تضمین و تتبع به آنها می گردید. از همین سبب هم برای صدرالدین دیوانی صایب در آن وضعیتی تحفه و یادگاری گرفتنش به خاطر علام مخدوم چیز، مال و ثروتی از همه قیمت بها به شمار می رفت. بنابراین او برای یادگاری و پاس خاطره علام مخدوم از بین آن تحفه های ظهور مخدوم پیشنهاد کرده همین دیوان صایب را انتخاب و قبول می کند و آن را برای خاطره نگاه می دارد. آغاز فعالیت علمی و ادبی عینی. صدرالدین عینی در یادداشت‌هایش سال تحصیل 1894-1895 خود را مشغولیت علمی و ادبی من در مدرسه بدلبیک نام گذاشته است. چنین نامیدن این سال تحصیل از سعی و کوشش، جد و جهد و جستجوی صدرالدین 19-20 ساله در مدرسه بدلبیک نو گواهی می دهد. این مرحله نخستین و جدی او بود که در این مدرسه زیسته بهر از برنمودن گنجینه های علم، مشغولیت علمی و ادبیات، مشغولیت ادبی و اساسهای قواعد اسلام و امثال آنها وقت خالی خیش را صرف می نماید. به طور دیگر گوییم همین سال تحصیل 1894-1895 باز هم برای بلند برداشتن دانش و معرفت ادبی و بدیعی
علمی، دینی، فلسفی، تاریخی، استتیکی، پداگوژی، دیداکتیکی صدرالدین ملابچه سببگار شده است و به آموزش علم و ادبیات جداً مشغول گردیدن او مساعدت نموده است. صدرالدین در این سال تحصیل به مثل سال تحصیل 1893 1894 درسخانگیش را به تمام اهل جماعت در پیش علامه مدرس دام الله محمد اکرام از شرح ملا دوام می دهد. چنان که از ترجمه حال دام الله محمد اکرام معلوم است، او بعد از سفرش به حج و به مملکت‌های شرق نزدیک و شرق میانه در تابستان سال 1894 در طرز و اصول و اسلوب و رویه تعلیم و تدریس مدرسویش تغییرات می درآورد. و مخصوصاً در طرز بهادهی به واقعه و حادثه های هم زندگی زمانش و هم تاریخی، جمعیتی و اجتماعی گذشته تدریجاً تبدلاتی به وجود می آورد. چون این تبدلات را در عقیده، جهانبینی و افکار دام الله محمد اکرام با سفرش به حج و دیدن او حجاز و دیگر مملکت‌ها و محل‌های شرق میانه و نزدیک را در نیمه یکم سال 1312 هجری 1894 میلادی علاقمند نمودن نیز ممکن است. ملابچه صدرالدین از سال تحصیلی 1894-1895 در مدرسه بدلبیک استقامت کرده، چون هر وقت درس‌های جماعتیش را در نزد مدرس دام الله محمد اکرام و درس‌های علاهیده و جداگانه اش را در پیش دام الله های کنجکیش ملا عبدالسلام و ملا بازار می‌خواند. در سال تحصیل 1894-1895 مقداری درس‌های ملابچه صدرالدین به 5 می‌رسد. یکیش درس هر روزه درسخانگی دام الله محمد اکرام بود که آن را پیشکی در نزد دام الله کنجکیش ملا عبدالسلام می آموخت. دومیش درسی مختصری کافیه بود که آن را نیز ملا عبدالسلام درس می داد. سومیش از جای دیگری کافیه بود که آن را در مدرسه بدلبیک نو دام الله کنجکیش ملا بازار تعلیم می داد. چهارمینش درس علاوگی صاحب حجره قاری نورالله بود و درس پنجمین و اساسیش درس جماعی علامه دام الله محمد اکرام حساب می یافت. او غیر از این 5 درس روزهای تحصیل 5 ساعت را در راه صرف می کرد. به ضمن همه اینها این ملابچه تشنه علم و معرفت و ادبیات و صنعت با گفته خودش بقیه وقتش را به آشپزی و حجره روبی خوجینهایش ملا عبدالسلام، ملا قاسم و قاری بیگی صرف می کرد و شبانه درسهای گذشته را تکرار و درسهای خوانده شدنی را تیار می کرد. روزهای تعطیلش با جامه‌شویی لباسهای خوجینها با مهمانداری آنها می گذشت. همین طور سال تحصیل 1894-1895 ملابچه صدرالدین به اتمام رسید و سال تحصیل 1895-1896 آغاز یافت. در سال تحصیل 1894-1895 وقتی که قاضی کلانزاده غفورجان مخدوم تا که زودتر ختم درس نموده به یگان جای قاضی شود، از جماعه صدرالدین که در نزد دام الله محمد اکرام می خواندند یک باره 2 ساله درس را به میان پرتافته پیش قدم شد. صدرالدین عینی، کلیات، جلد 7، صفحه 109.
به جای او ملا ابراهیم نام یک بای بچه بخارایی قاری امساله آن جماعه و همسبقان او تعیین می گردد. در نوبت خود ملا ابراهیم دوستداری ادبیات بدیعی، صنعت و مخصوصاً شعر و شاعری هم بود. او حتی با تخلص آسیم با مدد و راهبری یک شاعری اراتپگی ملا خاری شعر هم مشق می کرد. در سال تحصیلی 1895-1896 به سبب آنکه ملا ابراهیم آسیم سواد عربی نداشت، با گفت عینی سواد عربیش پست بود، قاعده را کم می دانست و دانستگی هایش را هم به عمل تطبیق کرده نمی توانست، همانجا جلد 7 صحیفه 171 برای آنکه در نزد دامالله محمد اکرام شرمنده و شرمسار و بی آبروی نشود، صدرالدین را برای خود مکالم درس تیار کننده انتخاب می کند. صدرالدین هم هر روز به او عبارات راست و درستی درس‌های عربی را یاد می دهد و سواد عربی او را می برارد. سبب صدرالدین را در سال تحصیلی 1895-1896 مکالم خود انتخاب کردن ملا ابراهیم آن بوده است که مکالم سال تحصیلی 1894-1895 از شریکان یک کسی بی قوت‌تر درس او را تیار کرده می داده است که فایدهش کم می رسیده است. همانجا جلد 7 صحیفه 171. برای چنین مکالمه درس تیار کنی هر روزه اش پس از جواب شدنش بعد از فوت الله مخدوم از خدمت ظهور مخدوم، آن سال تحصیلی 1895-1896 خوراک و پوشاک صدرالدین از خانه همین ملا ابراهیم آسیم بود. چنان که بارها اشاره گردید، دامالله محمد اکرام بعد از سال تحصیلی 1893-1894 در هنگام تعطیل در ماه محرم سال 1312 هجری، ایول اوگوست سال 1894 میلادی سفری حج می کند. بعضی محققان از جمله رسول هادی زاده سفری حج دامالله محمد اکرام را سال 1896 می حسابند که آن را سنجیدن لازم است. او از مشاهده شهر و کشورهای شرق میانه و شرق نزدیک و بعضی مملکت‌های عرب با فکر و عقیده و جهانبینی و جهانشناسی نوی پیش قدم برمی گردد. از اینجاست که دامالله محمد اکرام بیشتر از سال تحصیلی 1894-1895 سر کرده نمی توانست در درسهای خود تأثیرات و تصورات تر و تازه و روشن فکرانه خود را از سفرش به ملا بچگان و طالب علمان مدرسه ها که در بین آنها صدرالدین تیز ذهن و ذکی هم بود نقل نکند. همین طور سال تحصیلی 1894-1895 تعلیم جماعی صدرالدین را پس از برگشتن دامالله محمد اکرام از حج، سال تبدلات و تحولات جدی و مهم در فعالیت علمی و تعلیمی چی استاد و چی بعضی از شاگردانش از جمله صدرالدین حسابیدن ممکن است. در جریان تحصیل من بعد هم ملاحظه و مشاهده ها و هم نقل و حکایه های دامالله محمد اکرام درباره واقعه و حادثه های اجتماعی، تاریخی و ادبی و بدیعی گذشته و حاضره امارت بخارا و بیرون از آن به وقوع آمده، به صدرالدین بر این ملا بچگان تأثیری کلان نرسانیدن نمی توانستند.
عینی همه این مواد و برهان و دلیل‌های تاریخی را بعدها در چندین اثر و مقاله‌های تاریخی و میراث ادبی و بدیعی خیش گشته و برگشته تأکید و بیان کرده. از جمله در تاریخ انقلاب بخارا این طور نوشته بود: سال 1312 هجری 1894 میلادی از علمای بخارا دام الله اکرام و عوض به حجاز رفته آمدند. این دو نفر از سفر حج چشم بسته رفته نآمده، بلکه از سفر خیلی عبرت گرفته برگشتند. دام الله اکرام امیر، وزیر، مفتی و قاضی ها، علما و جدولهای درس را روی راست تنقید کردن گرفت. کارهای نادرستی ملا و مفتی ها را در مجلس ها فاش کرده برویشان میزد. صدرالدین عینی، تاریخ انقلاب بخارا، صحیفه 24. عینی در تاریخ انقلاب فکری در بخارا همین فکر را اندکی در سنگزاری و در نامبری اشخاص تاریخی مجهولتر و مفهومتر به طور ذیل بیان کرده است. در سنه 1312 1313 هجری 1894 1895 میلادی دام الله حاجی اکرام محمد اکرام و دام الله عوض محمد خوجندی به زیارت حرمین شریفین مشرف شده آمدند. بنابر عبرتی که از این سیاحت و عالم اسلام گرفتند، ایشان در بازگشت سفر حجاز لزوم اصلاح مدارس را در بین علما تلقین می کردند، اما روی قبول نمی دیدند. بعد از این جناب الشیخ سید علی از ظاهر ابوطری المدنی به بخارا تشریف آورده و مهمانی میر بدرالدین قاضی کلام در گذر صوفیان به حوری سعدالله خواجه چند ماه استقامت کردند. در خدمت جناب شیخ دام الله اکرام و دام الله عوض محمد خوجندی درس حدیث سر کردند. چون این دو دام الله با وجود مدرس های بزرگ بودنشان شاگردی را التجام نمودند، از مدرسان و طلبگان صاحب رشد خیلی کس به ایشان اقتدا پیروی کرده به درس حدیث شریف اشتراک نمودند. ملایان بزرگی موسفید به این دو دام الله اکرام و عوض در غیاب غایبی خیلی هجوم کرده طعن می کردند و می گفتند که این مدرسان نام بخارا را پست کردند و یک آدمی مسافر از شیخ سید علی از ظاهر ابوطری المدنی شاگرد شدند و کذا و کذا. لیکن از بیم شدت سیاست قاضی میر بدرالدین هجومشان از همین حرفهای خانگی زیاد نشد، به هجوم فعلی جسارت کردن نتوانستند. در وقتی که جناب سید از بخارا سفر کردند، خیلی افکار عمومی به جانب درسهای دینی مثل تفسیر و حدیث میلان کرده بود. دام الله حاجی اکرام با وجود تغییر ندادنشان جدولی درسی معمولی بخارا را تنقیدهای سخت می کردند. طلبه را به طرف درسهای دینی دعوت می نمودند و خود عمری خود را بعد از فراغ از تعلیم به مطالعه صحیح بخاری می گذراندند. شما گفتار 34 را از روی کتاب ادبیات شناسی ورزیده و منقد برجسته تاجیک صاحب تبرف زندگی نامه صدرالدین عینی سالهای 1875 1899 در قرائت عبدالرشید خوجمقولов شنیدید. کارگردان شیرعلی نغزلی. پایان گفتار از سلسله خوانش ادبی. شاد باشید.